حضور جمع شما بزرگان و جامعه اکادمیک را در ششمین دور برگزاری مسابقه برنامه نویسی ICPC خوش آمدید گفته و خیر مقدم عرض می کنم و گفته می توانیم اینکه یگانه کلید پیشرفت تمام جوامع اکادمیک، اقتصادی و تمام کشورهای دنیا پیشرفتشان در دست تکنولوژی و مهارت‌های تکنولوژی است. هیچ راه فرار در دنیای کنونی و در زندگی کنونی از تکنولوژی وجود ندارد. امروز تکنولوژی در حوزه طبابت هم خیلی کاربرد وسیع دارد. خوشبختانه علم تکنولوژی و پیشرفت اهمیت از او چنان هویداست که فعلا هیچ کس از او چشم پوشی کردن نمیتونه. سلام، نظیر عزیزی هستم از پانتون کاتب. امروز آمدیم به خاطر افتتاحیه امتحان ICPC که توسط پانتون کاتب برگزار شده بود و از امکانات راضی هستیم. سیستم درست کار میکنه و تشکر. من حیدری ام کابل پولیتخنیک پانتون زکړیان بډاله کې نن غوړو دلته د ICPC په نړیوال پروګرام کې اشتراک کړی دی. به نام یاد خدا مصطفی کریمی هستم، کارمند تکنولوژی معلوماتی پانتون کاتب کمپاس برچی و همچنان تیم لیدر تیم تکنیک ICPC. همانطور که میدانید مسابقه برنامه‌نویسی ICPC یکی از مسابقات معتبر و جهانی هست که 47مین سال است که در سطح دنیا برگزار میشه و برای 6مین بار است که پانتون کاتب این مسابقه را در افغانستان برگزار میکنه و امروز هفتم میزان 1402 مصادف است با 29 سپتامبر 2023 از پانتون‌های مختلف شهر کابل و ولایات افغانستان از 16 پانتون دولتی و خصوصی در اینجا مسابقه دهنده داریم. برای پانتون کاتب نفس برگزاری چنین مسابقه مهم است.